در سقوط حکومت اشرف غنی خواهیم که یکی داده از پیلوت‌های قوای هوایی کشور ما که به کشورهای همسایه پناه بردن، از کشورهای همسایه معلومدار پاکستان رفتن نمیتونستن. دولت ایران اجازه ندادن، ازبکستان و ترکمنستان روی خوشی نشان ندادن. خوشبختانه یگانه کشوری که بر از اینا اجازه داد و پناه داد، این کشور برادر ما و همزبان ما کشور تاجیکستان بود که من از صمیم قلب از عالی جناب رئیس جمهور تاجیکستان و مردم تاجیکستان سپاس میکنم. و اینا 190 نفر بودن و کشور تاجیکستان یک لطف بزرگ کردن و یک کمک بزرگ کردن که وقتی که اینا با طیاره های جنگی خود داخل کشور تاجیکستان میشن و تاجیکستان اینا را اجازه میتن و اینا را کمک میکنن و نمیبانن که اینا پس دوباره افغانستان برن و اینا در تاجیکستان میمان میبانن و بالاخره قوای امریکایی با اینا و فامیلشان کمک میکنن و اینا را میبرن امریکا. و منظور ما با این پیامم بود که من میخواستم برای شما نشان بدم که کشور تاجیکستان نزدیکترین و دوستترین کشور همسایه ما هستند که ما آرزوی از این دارم که هر وقت که ما بخیر آزاد شدیم، آرزوی ما ای است که ما با تاجیکستان یکی و یک ملت شویم. کشور تاجیکستان کشور تمام تاجیکان افغانستان است و ما مردم تاجیکستان و دولتش دوست و احترام داریم. یک تاجیک و یک ملت.